تنها ابزاری که شما برای بیزینس خودتون میتونید داشته باشین این گوشی هوشمنده، لپتاپ و البته اینترنتی که شما خیلی از اون تو خونه ها استفاده میکنید و همینطور برای لایک و شیر کردن پیج های دیگران از این بعد برای خودتون این کار رو انجام میدید. شما نه نیاز به مهارت خاصی دارین، نه بک‌گراند تحصیلی دارین، نه نیاز به زبان انگلیسی خیلی بالایی دارین. با این هوش مصنوعی که همه جای دنیا همه جا رو گرفته، خیلی راحت میتونین به هر زبونی که خواستین آموزش ها رو دریافت بکنین، دیجیتال مارکتینگ رو یاد بگیرین و یک درآمد جانبی یا حتی اصلی برای خودتون داشته باشین. اگه شما هم مثل من تجربه کار کارمندی رو داشتین و ساعات کاریتون از 9 تا 5 بوده و خیلی برای اون زحمت کشیدین و آخر ماه پولی که به دست آوردین همش رفته برای اون قسطایی که باید میدادین یا اون قرض‌هایی که کردین، از این به بعد بیزینس خودتون رو دارین و به عنوان پلن بی در کنار کار خودتون دارین. ازتون دعوت میکنم همه اون مادرانی که توی خونه هستن، کنار عزیزانشون، بچه‌هاشون هستن و حالا با تحصیلات عالیه‌ای که دارن نمیتونن برن بیرون کار بکنن، با این بیزینس آنلاین به بهترین صورتی بیشترین درآمد رو حتی از همسرتون هم بیشتر میتونین کسب کنین. خیلی راحت میتونین هر جایی که میخواین اقدام بکنین و بیزینس خودتون رو ران بکنین. این بیزینس جهانی هستش، قانونی هستش. اخیراً ما برگه های تیفور رو توی کانادا دریافت کردیم و همه هزینه های این دوره همیایی که داریم، هزینه آرایشگاه، لباس، محلی که داریم زندگی میکنیم رو کلیم